الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. برادران خیلی عزیز و گرامی، مادران و خواهران عزیز، همه شما را بر این ماه بسیار مبارک، ماه شعبان، که بعداً ما و شما انتظار ماه مبارک رمضان هستیم، تبریک و تهنیت میگویم و از الله مهربان دعاگو هستم که خداوند بسیاری از برادران و خواهران ما که از این ماه شعبان روزه می دارند که پیامبر نازنین مان بیشتری روزهایی که روزه می گرفت از ماه مبارک شعبان بود. الله مهربان قبول گردانه. برادران و خواهران عزیز، از بسیار لحظه های مناسب استفاده برده دعا میکنم که توفیقای ما و شما را، میل ما و شما را با سوی دین خدا زیاد گردانه و الله مهربان هر یک تمنیات و مقصودهای نیکی که داریم با فضل کرمش حاصل گردانه. الحال من یک قصه ای که بسیار برادران عزیز برای روزمره ما مردم مسلمان مهم هست، خیلی ضرور هست، من برای شما گفته میگذارم. شما این قصه را خوب با دقت گوش اندازین و از علم دو نفری که گویم نقش اساسی این قصه را میبازند که جنیدالله بغدادی و بهلول مجنون، بسیار یک گفتگوها و بسیار یک درس کلان در بین این دو دانشمند و عالم گفته میگذاریم. میتونیم برادران عزیز که از این بسیار یک فایده کلان گیریم. جناب جنیدالله بغدادی، برادران عزیز، که در تاریخ عمر این حضرت میگذرد که خیلی نفری با سعادت، خیلی نفری به الله مهربان نزدیک، تمام عمر خود را به بندگی الله سپری کرده است و با اصطلاح امروزه گویم چگونه که در ماها شیخ ها و صوفی ها هستند یا گویم اهل طریقت میگوییم، جناب جنیدالله یکی از سرکرده ها، یکی از گویم مرشدهای خیلی کلان در همین راه برادران عزیز حضرت حیات به سر بردند. باره میگوید همین جنیدالله بغدادی جمع شاگردها را گرفت و بیرون از بغداد شدند، بیرون از شهر بغداد. وقتی که بیرون برآمدند، جناب جنیدالله یک درخواست کرد که برای شاگردهاش خوش نیامد. میگه جنیدالله به شاگردهاش امر کرد که من باید
بهلول را یک ملاقات داشته باشم. از بس که برادران عزیز بهلول با مجنون بودن، با دیوانه بودن که مشهور بود و مردم در نسبت او اونقدر اعتماد نداشتن. اصلا همین آدمی که دیوانه باشه برادرای عزیز دیده این که در حرفهای او مردم فقط میخندن یا به حرفهاش هیچ اهمیت هم نمیتین. لیکن جنیدالله بغدادی بهلول را همچون یک دیوانه در راه الله میدانست و از این دیوانه هایی که خوب را از بد یا عبادت را از بی عبادتی یا اطاعت را از نافرمانی جدا کردن نتواند، جنیدالله او را همچنان نمیدانست، بلکه او میدانست که بهلول دیوانه نیست، بلکه در نظر مردم این مثل دیوانه است. ما حتی برادران عزیز حدیثی از پیغمبر نازنین ما داریم که شما آنقدر الله را زیاد یاد کنین که مردم حتی خودشان گویند که همین آدم هوشیار نیست، همین آدم دیوانه است. آزیره همین دور ما ده هم برادر عزیز آزیره یک کس بینیم که اگر با لبهاش ذکر داره، همین روزهای ما ده هم همین چیز مثل رنگ خنده هم شد است که او چی میگه با لباش، او چی لباش جنبانده سای. ما نمیدانیم که او با لبهاش الله را یاد داره، او ذکر کرده سای. خلاص وقتی که بهلول شاگردا میابند، حضرت میگن که در فلان منطقه است. جنیدالله همراه شاگرداش میگه به همون منطقه میآید، میبیند که بهلول بالای خاک خواب و در زیر سرش یک ریشت ماندگی و خواب است. جناب جنیدالله بغدادی میگه به نزدش میآید و راستش را میستد، با یک خیلی احترامی بلند او را صدا میزند: برادرم بهلول. چشماش را میکشاید، میبیند که جنیدالله بغدادی است. میگه یگان خدمت داشتی؟ میگه بله من خدمت داشتم. میگه شما کین اول خودتون معرفی کنین؟ میگه من جنیدالله بغدادی هستم. وقتی بهلول جنیدالله البته اکنون تمام منطقه های همون زمان نامش فرا گرفتگی بود، زیرا این آدم برادران عزیز حقیقتا گویم همون خط ارشاد داشتن، اینا خودشون مرشد بودن، اینها ده ها نفر هزارها نفر در دست اینها بیعت میکردن. وقتی که جنیدالله بغدادی گفت، بهلول در حال گفت همان جنیدالله که مردم راهنمایی میکنی، همان جنیدالله که در دست تو مردم بیعت میکنن. گفت ها بله. گفت همان جنیدالله من هستم. گفت من یکی از تو پرسوم؟ بهلول جنیدالله را گفت مرحمت. گفت آداب طعام خوری را میدانی؟ در حال حضرت جنیدالله گفت البته میدانم، زیرا جنیدالله عالم بود، از تمام حدیث و آیت آگاهی داشت. گفت گوش کردیستم، بگو که مقصد آداب طعام خوردن بگو. گفت پیش از آنی که ما ابتدای در طعام خوردن کنیم دستامون میشوییم. بعد از آن گفت نزد گفت طبق حاضر میشیم.
دست راست ما را دراز میکنیم، پیش از ناله را گرفتن، طعام برداشتن بسم الله میگیم، زیاد نمیخوریم، با 3 انگشت میخورم. اولین ناله را که میگیرم در طرف دهان راست میمانم. در حالت طعام خوردن با کسی صحبت نمیکنم و هیچ جور طعام خوردن کسی را هم اهمیت نمیتم. طعام که بوچید در ابتدا و در آخرش الحمدلله رب العالمین میگم. الحمدلله الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین میگم. و بعد از اون میگه خاموش ایستاد. گفت تمام؟ گفت تمام. گفت جنیدالله گفت آداب طعام خوردن نمیدانی و با تو گفت اینقدر به خودت مقام و منزلت داری؟ این سخن گفتن برابر از جاش خیست بهلولو میگه یک چند قدم پایانتر رفت و اونجا میگه با دراز کشید. همین زمان بود شاگرداش گفتن حضرت گفتن جنیدالله را گفتن آخر ما نگفتیم که همین آدم عقلش پره نیست؟ آخر همین آدم مقصد علم ندارد و این در برابر شما میبینین چی میگه؟ این قدر مقصد بیانی که شما کردین، این مردک میگه شما چیزی را نمیدانین. جنیدالله که برادرای عزیز آن چیزی را که در قلبش احساس میکرد، البته شاگردای را احساس نمیکردن. بعد از آن میگه گو بابا پیشش میرین. پیش آمدن. وقتی که پیشش آمدن برادرای عزیز و گرامی، زمان بهلول نگاه کرد جنیدالله را و گفت باز یک سوال دیگر تیام. گفت مایلش. گفت چی سوال داری؟ گفت آداب سخن گفتن میدانی؟ گفت میدانم. گفت بیان کو. گفت پیش از آنی که من سخن را آغاز کنم اول الحمدلله رب العالمین میگویم، یعنی الله را حمد و ستایش میگم. بعد از آن و صلات و سلام علی رسوله الکریم میگم، یعنی با پیامبرمان صلوات میفرستم. بعد گفت در حالت صحبت کردن هیچ کس گفت تحقیر نمیکنم، توهین نمیکنم، هیچ کس حقارت نمیکنم و در وقت صحبت بسیار گپ نمیزنم تا که مشکلات در گوش کننده پیدا نشود و هر یک سخنی را که میکنم در او دلیل و حجت دارم و هر چیزی را که میگم ادرسش هم میگم. خلاص اینها را بیان کرد و بهلول گوش کرده سید. گفت تمام؟ گفت تمام. گفت جنیدالله ملال نباشی، گفت آداب سخن گفتن هم نمیدانی. باز میگه بهلول از جاش بلند شد و با پایانتر رفت و باز همونجا دراز کشید. این دفعه میگه جنیدالله با پیش آمد. جنیدالله نزدش آمد. بهلول گفت یک سوال دیگرت میتونم با همین. گفت مقصد من دیگه با تو کاری ندارم، تو با من کاری نگیر. گفت چی سوال داری؟